سلام به تربیت. سلام به تربیت. چطوری؟ خوبم ممنون. خوبی؟ خوبی؟ قربونت. شما اول شما. ممنون. قربان شما. خب اون یکی کیه که اومده؟ سلام به تربیت. سلام. اصلا میدونین جریان الان چیه؟ نه. نه؟ ای بابا چرا کدوم نمیدونین جریان چیه؟ اصلا میدونین من کیم؟ بله. من کیم؟ گلزیلا. گلزیلا چی کار میکنه؟ انیمیشن طنز میسازه. بله. خب نگاه کن، من 3 تا سوال الان میکنم، 2 تاتون حذف میشین و یه دونتون باقی میمونین. بعد با اون یک نفر با صدای یکی از یوتیوبرها میرویم بازی میکنیم. اولین سوالو تاها جواب بده. دنجر راکت توی چند تا قسمت از این انیمیشن یوتیوبرها تا حالا بوده؟ 2 تا. غلط جواب دادی، یه دونه جونت سوخت. سوال بعدی یه چیز جواب بده. بگی 880. بگو ببینم اسم 4 تا از پلی لیستای گلزیلاشو بگو. آها، یه دونه گوزگپه، یه دونه پلیلیسته، پلیلیست چی؟ یه دونه هم انیمیشن یوتیوبراست. این شد 2 تا. 2 تا دیگه هم الان بهتون میگم. حکایت ها مثلا. نه حکایت ها قاسم پلیلیست سوا نیست. قاسم هم اسم پلیلیست قاسم نیست، یه چیز دیگه است. نه اسم پلیلیست نیست، اسمش یه چیز دیگه است. اسم پلیلیست رو باید بگی. ای خدا، اسم پلیلیست رو میگم باشین. دیگه وقت تا تمام شد بی تربیت. رضا 2 تا قدرت کوثر رو بگو. نمیدونم. نمیدونی؟ حذف شدی بی تربیت. این 2 تا موقعا هیچ رو جواب ندادن. خب تا بگو ببینم اسم قبلی جانسون چیه؟ نمیدونم. نمیدونی؟ سوال دیگه میشه بپرسی. این سوال آخریه که ازت میپرسم. این سوال جواب ندی حذف میشی. توی امانگاس کدوم یوتیوبرها بودن؟ کوسر، یکی کوروش، یکی پیشتا. نه پیشتا که یوتیوب نیست. یکی آریو کلیکسه. خب یه بار دیگه از اول بگو. یکی کوسر که با تاکسی اومد زد همشون رو آره. ترکون. یکی کوروش خب با پیشکاری. مهم. یکی هم آریو کلیکسه. خب فرشاد. اشتباه گفتی. میا بود. میا. نه دیگه غلط جواب دادی. حالا من ازت میپذیرم. بگی 880. بله بفرمایید. خب الان از تو هم 2 تا سوال میپرسم پسر گلم. توی قسمت پابجی کدوم یوتیوبرها بودن؟ توی پابجی یه دونه فرشاد سالنت بود، یه بله. دونه آریو کلیکسر بود که کوسر رو برداشت. آفرین درست جواب دادی. یه سوال دیگه هم ازت میپرسم، اگه درست جواب بدی من حذف میکنم، فقط تو میمونی. کوروشیان و زنگوله ها چرا در جنگن ما هم؟ چون که زنگوله نوتیفیکیشن دروازه رو برای یوده ها باز کرد. آفرین جواب درست دادی. بچه شما همه حذف میشین. بگی 880. یه دونه شماره از بین 1 تا 7 انتخاب کن. 6. 6 میشه ژنرال. ژنرال اصلا میدونی کدوم کیه؟ نه ژنرال. ژنرال رئیس جانسون دیگه. آها بله. جانسون. خب بریم تو بازی. ردی کن. الان من باید چیکار کنم دقیقاً؟ تو قرار کاریو بکنی که من بهت میگم بچه. 10 تا بشین باشه برو. بشمار 1 2 3. تو 10 تا تو برو. بیا اینجا. باید این سفینه رو بدزدیم به سر. خدا بیا. من در شرف آمد هستم. کجایی؟ رفتی بدون همونجا بیا پایین. من تو رو میگیرم. من یه گم بردارم. گم. فرار نکن. اعتراف کن یارت کجان. همشونو کشتم. شیلد نمیزنیم؟ یک مرد واقعی هیچ وقت شیلد نمیزنه. به شیلد دست نزن. بیا بریم. یه مرد واقعی هم قیافش مثل من نیست. منم قیافم بیشتر شبیه یه دختر واقعی. ولش کن. بیا بریم. سفینه رو برای چی می‌خواستیم بدزدید؟ بیا بریم سفینه. راست میگه حواسم نبود. یه مرد واقعی بعضی وقتا حواسش نیست. کجایی الان بسر؟ ویدیو ضبط می‌کنین؟ معلومه که دارم ویدیو ضبط میکنم. بیا بریم. بریم اونجا بلال برنیم. آیا یک مرد واقعی بلال میخوره؟ شاعر میگه بلال ها بلال یارم کجایی دلدارم کجایی. شنیدی؟ بله شنیدم. بله. از این چه نتیجه‌ای میگیری؟ مرد واقعی بلال میخوره. آفرین. میدونی بعد خوردن بلال چه اتفاقی برات میفته؟ نه. مثل یک مرد واقعی نفاخ میشی. آیا یه مرد واقعی تبدیل به شیلد میشه مثل من؟
یک مرد واقعی چشم تو چشم با حریفش می جنگه، نه مثل یه بزدل. من برای راه بانداج برداشتم. منم ذرت برداشتم. برای اوقات فراغتم ذرت خوبه. یک تفریح مردونه خوب. اسمت چیه پسر؟ اسم من آقا پارساه. از این به بعد اسمت جانسونه. چشم. جانسون؟ بله قربان. برو اون چیزو بیلاورسی رو بردار. برش دار. اوه جانسون مورد حمله قرار گرفتیم. اون عوضی ها فکر میکنن میتونن ما رو بکشن. به خدمتشون میرسیم الان. اوه اینجاست پسر. جانسون قربان مطلوب. جانسون من مورد هدف قرار گرفتم. نترسین قربان. وای قربان منو زدن. جانسون تو که مردی پسر، منم که خونی ندارم. قربان دمیجش یکه. شیلدش هم پر بود. خجالت هم خوب چیزیه. اینه یه مرد واقعی شیلد نزن. اوه آه از دور منو کشت لعنتی. مرد واقعی از دید نمیجنگه. اون یه اسب واقعیه. گلوی من داغون شد. خب گفتی اسمت چی بود؟ یادم رفت. پارسا. پارسا جمله آخری چیزی نداری؟ کانال رو سابسکرایب کنی. کدوم کانال رو سابسکرایب کنن؟ هر دو کانال رو زنگوله‌اش رو فعال کنی. نه اسم هر دو کامنت کانال هم رو بگو بزنی. ببینم. لایک. اسم کانال رو یک انیمیشن طنز گلزیلاچه، اون یکی بله. گلزیلاچ به انگلیسی. گلزیلا چی؟ گلزیلا میکر. بله گلزیلاچ میکر. باشه کار نداری؟ فعلا خدافظ. فعلا خداحافظ.